first time. عادي راش. من مال اصالتا مال استانی در گیلان ایران هستم به نام گیلان. اونجا یه سدی داره به نام سد منجیر که دقیقاً مثل همین سد نارک شماست که اونم 50-60 سال قدمت داره در واقع و خدمت شما بگم خیلی جغرافیاش اینا مثل همین منطقه منجیل استان گیلان ماست که برای من خیلی جالب بود در واقع این فضا رو دیدم و تقریبا مو نمیزنه، یعنی از نظر در واقع جغرافیایی، بافت درخت‌ها، رودخانه، اینها کاملا شبیه استان گیلان ماست. نظر کنید برای تولید فیلم یا سینمایی که میگیم اصلا شرایط برای خود نظر شما که میبینید؟ از نظر لوکیشنی و جغرافیایی که خیلی خوبه، خیلی فضای مناسبی داره برای این کار و خدمت شما بگم که بزرگترین حسن این منطقه هم بکر بودن در واقع. خدمت شما بگم این منطقه تقریبا تو دنیا کمتر منطقه اینجوری پیدا میکنی که شما تیر برق ها براتون مزاحمت ایجاد نکنه برای تولید فیلم برای اینجا، و اینجا خیلی فضای بکر و مناسبی داره برای این تولید کارهای به ویژه تاریخی. در واقع مرتضی شمسی هستم، مدیر شبکه آی فیلم.